5 تا موقعیتی که مامان احتیاج دارن به رتبه تحصیلی بالا. اولی شرط شرکت توی برنامه‌های علیا مربیانه. 100% حرف کسی که کارشناسی ارشد دکترا داره بیشتر شنیده میشه تا کسی که دیپلم داره. دومیش کمک به تکلیف مدرسه بچه‌هاست. قبول کنید از پایه 4 به بعد شما دیگه نمیتونید ریاضی بچه‌ها رو حل کنید، باید آپدیت کنی خودتو. سومیش اعتماد به نفس، ارتباط گرفتن با معلماست. شما زمانی که تحصیلاتت بالا باشه، شما رو تحصیل کرده ببینن، معلم خودش شما رو توی جریان وضعیت تحصیلی بچه‌تون قرار میده. چهارمیش حل مشکلات اجتماعی رفتاری بچه‌هاست. الان یه جور شده بچه‌ها با آدم حرف نمیزنن که باید از روی رفتار حرکتشون بفهمی چشونه. پنجمیش بازگشت به کاره. شما زمانی که بعد از یه وقفه طولانی بچه داری بخوای برگردی تو کار، حتما به یه آپدیت تحصیلی احتیاج داری. یه نکته دیگه، خیلی از بانک‌ها نگاه میکنن به آخرین مدرک تحصیلی شما و آخرین وضعیت شغلیتون که ببینن میتونید باز پرداخت اقساط رو بدید یا نه. 2 تای دیگه‌ش هم براتون تو کپشن می‌نویسن.